جهاد تنها به زور نکردن، با قلم جهاد کردن. وقتی زندانیان بوده نوشته کرده. 52 اثر نوشتنش کار خرد نیست. وقتی در زندان هم بوده نوشته کرده. بیرون کتابخانه، چند نفر ما کتابخانه جور کردیم. این پولدارای دیگه ممالک کتابخانه‌ای بزرگ ساختن. گفتی پول ما چی کنم وقتی بمیرم؟ پولدار ما تو چی میکنه؟ پول ایران است که در کدام عیاشی و بیجایی مصرف کنه. چند کتابخانه رو شما میشناسین که پولدارا جور کرده باشه؟ چند مکتب و مدرسه رو جور کردن. و مسلمان هم هستیم، میفهمیم که باید برای آخرت خودکاری کنیم. وقت نیست که من چند تا مثال میدادم. بناهن کتابخانه جور میکنن، کار میکنن. یک بار ما شماروار ای 7 قدم موفقیت برای دوستایی که میخواین شخصیت شبنمات بزرگوار یاد بگیریم، با یاد گرفتگی خود عمل کنیم، تفکر و راز و نیاز با خدای خود داشته باشیم. نیم شب بخی، زانو بزن پیش خداوند، یک اشک بریز که خدای راه هدایت نشان بده، خدای از این بدبختی نجات ما بده. ادای مسئولیت کنیم، شجاع باشیم، از خودگذری داشته باشیم در مقابل وطن و دین خود. باور به شهادت داریم از این که مرگ بزرگ نیست. نقطه اتصال بدون تعصب برای دیگرها باشیم و کار فرهنگی کنیم.